مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 50 در دهه کدوچی دهات به نام میرزاعلی وایسف ناحیه واسع واقع می باشد. میدان زمین های مؤسسه از مساحت 1 هکتار و 74 سوتی زمین عبارت است. این حالت امروزه این مؤسسه تعلیمی می باشد. از بناهای تعلیمی و قطعه زمینی نزد حولگی عبارت است. در صحبت با یک چند نفر آموزگاران فهمیدیم که این مؤسسه تعلیمی تا سالهای 90 عصر گذشته دارای انشاءات گرمیدهی بوغی هم بوده است که با واسطه آن خانه ها با گرمی و آب گرم تامین کرده می شدند. امروز در جای این انشاءات ها خانه های استقامتی بنیاد گشتند. در اون طرف حوض خانه استقامتی کاتلنی بعد او اینجا آوردن کردنش به همه کاتیبای شفروختن چیکار کردن نمیدونم خلاص کار میکردم کاتلی پیشینه کار میکرد مکتب گرمی تامین میکرد. با مکتب با آب گرم تامین میکرد آب گرم دویم بوده که سیمخونه گرم بود. سیمخونه گرم بودن. نکی باعث افسوس است که همون چیزا نیست شده. همون چیزا از بین رفتن دیگه افسوس هم خیلی دیگه فایدهش نیست خیلی از آدم. این ایشم جو کاتل امری نه خونه سوخته گشت. الان بعد اینجا سوختن هم بعد هم قطعی برهم خورد خیلی کاتلنی. این نوپشونده برهم خورد. کاتلنی. اوه همون یک هفته چی بود برای گوری بود هفته برای گوری بود. ما سال 1996 تا سال 2001 ما برکلی همین مکتب دیم برکت در دوره برکلی ما امیر میاد کرده بودند. این همینجا کاتل نبود. نیکی بکار ندار آمده بودن این چیز. همچون یک اول گفتن که خلاورخانه میکنیم. بعدتر با معلوم شد که کاتل نمیکنن برای مکتب آوردن در حقیقت تمام محصولاتش آوردن. من آورده بودم دوره چی ما در پیچکوش آورده بودیم در حقیقت نیکی بعد ما مثلا کی راهبر شد دیگر نمیدونم که کجا شد چخیل شد چون که یک مدت ما کسل شدم پام درد کرد چی در رفتم مدت یک دو نیم اومدم که گفتن که نیست دیگر همین چیز از بین رفته است. همین چیزا مثلا خونه استقامتی دادن اینا سرتیفیکات دارن دیگه دارن برای که اومدن در حقیقت پر سال اومده بودن نشون دادن یگان کس مثلا هیچ چی نکرد چون که حجتاشون گفتن درست است. از زمین به طرفی استفاده بردن بعضی زمین را خطرناک غصب نمودن و یگان کس نظارت نبوده بود. در همینجا مثلا یک تا معلم ما در اینجا قریب 25 سوت زمین غصب کرده است و با میرزا شریف زوایدلو میگن یک 3 سوت غصب کرده است. و در همینجا در وقت ساختن مکتب کاتل مکتب که گرمخانه مکتب امورا فیض میرزا شاه میگن این غصب نموده بود. لیکن سال 2019 همچون نماینده حکومت این فیض خبر دادن همینجا نمایندگی کردن و گفت که زمین مکتب در اثر نو برقرار کنند. حتی حکم پروکرور هم برآمده بود اوی برطرف کردن کنشکنی زمین و همین را لیکن حکومت نویا پروکرور اومد ایستاد که همین اکای زوایده خطی اکای میرزاشو هرچه هم غصب زمین کردگیشون آزاد کرده بودن. لیکن باز از من مقصد که وقت استفاده برده به نظارت استفاده برده با گرفتن هم دیوالاشون در جاش برقرار کردن. لیکن خونه همین معلم دیگر همون تمام نخیزونده تونستن. لیکن اینو در حدود سرتیفیکات مکتب داخلن یورا یگون کس حجت کردن نمیتونن برای که زمینه مکتب هستن. آن این مؤسسه تعلیمی باشد مکتب اینترنت یتیمان و بپرستاران رقم 1 واقع در دهه ارال دهاتی به نام میرعلی محمد علی فی ناحیه واسع است. این مکتب اینترنت از ماه آگوست سال 2022 فعالیتش منع شده است. برای چی؟ با این سوال ما راهبر آخرین این مؤسسه چنین جواب دادند. ما هم یک سالی همی آخران در حیث دیرکتر کار کردیم. خیلی همون مکتوب اومده دیگه بستن شد دیگه و مکتوبی شما را کی شناس کردن مکتوب قطعی؟ شوفای معرف دادن کی آخی؟ نمیست رستم صالح دوره کی ده عرف محمد خان دوره مدیری عرف محمد خان بود. اما مکتوب ما کی
هم سرمتخصص به سوال رستم مکتوب رئیس نویه را گرفتیم مکتوب رئیس نویه جوابی هم مکتوب وزارت معارف بوده است کی برهم داده شد در اون مکتوب درج کرده که خیلی بنابر سبب به طلبات جوابگو نبودن فعالیت همون مکتب اینترنت بسته شود گفته خیلی با هم خیلی شنیدیم که وزارت معارف صلاحیت حکومت نویه در بعدوشی همه گذاشتن که خیلی با کدام مؤسسه تبدیل میدن شما بعد چیکار کردین دیگه ما یکون کار نکنیم خیلی نه رئیس مراجعت کردین که خیلی او پیش رئیس نویه در آمده بودیم رئیس نویه هم خیلی گفت که خیلی مکتوبه فعالیتش بستگی هست ببندینش نه بعد شما چند طلبه میخوندید اینجا در مؤسسه مکتب اینترنتی یتیم بیدرستان 116 نفر یتیم بود 5 تا یتیمی کول بود 5 تا دیگه خیلی از اویلوی معیوب بودن اویلو پدر مادرشون درمان یا خودشون درمان بودن خیلی باقی موندهش به پدر و به مادر یک نفر ای مکتب دور قشلوق در مکتب نبود او هم همجا فعالیت میکرد یک نفر دیگه ای نویه بالجوون ای شهر کلوب 3 نفر خوننده تحصیل میکرد دیگهش ای نویه وسیع امی جهتی روانی کودکو بعد تاثیر نکرد کودکی کی خبر کرد که گفتن خیلی مکتب برهم خورد خیلی مکتوب بود و دیگه و کودکم این حال همون کودکو حجتاشون پیشنهاد کردن در کدام مؤسسه تحصیل میکنن در این اینترنت تنوچی در سرچشمه اینترنت کدوچی هم نویه واسه بودگی که حجتاشون دلوشون دادیم پرونده شخصشون دادیم و سپراپکوشون قید کرده گرفتیم اگر نه شرایطشون خوب بود اینترنت خیلی شرایط تاکید امکانات هم خیلی با گرمی تامین بدن زمستون دار او چی بود داخل برقی بود آشخانه کار میکرد آشخانه کار میکرد یکم کم بودین برای 80 نفر خواننده آشخانه همونش خیلی کمتر شرایطش بزرگتر بود خیلی تعمیر کردیم دوش کردیم همش آشخانه‌اش تعمیر کردیم مکتب اینترنتی یتیمان و بپرستاران رقم 1 دهه اول طور اطلاع گرفتیم از سال 1959 فعالیتش آغاز یافته است. سال 2013 هم از جانب دیرکسیای ساختمانی نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعمیر کاپیتالی شده است. بناهای تعلیمی تا امروز در حالت خوب نگاه داشته شدند. صنفخانه ها روشن با طلبات زمان معاصر و درس ها پوره جوابگو هستند. این بنا جای خواب کودکان بود در حالت خوب است. رخت خواب کودکان ملایم و مساعد می باشد. در هر یک بنا برای پیشگیری از حالتهای سوختار قاعده های بی‌خطری از سوختار موجود می باشند. این تالار ورزشی مکتب اینترنت است. در مکتب اینترنت میدانچه های ورزشی، جای بازی فوتبال، بسکتبال و شغل ورزیدن با گیمناستیک شرایط ها موجود می باشند. میدان نزدی حولیگش مساحت 5 هکتار زمین را تشکیل داده است. این بینای آشخانه است. تالار کشاد 80 نفر در یک وقت خوراک استعمال می‌کردند.